بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس قسمت دوم فصل هفتم ریاضی هشتم توسط خانم بهشتی، دبیر ریاضی منطقه 11 تهران. بچه تقسیم اعداد تواندار. ما توی جلسه اولم راجع به ضرب اعداد تواندار هم پایه یا هم توان صحبت کردیم. حالا راجع به تقسیم اعداد تواندار میخوایم بخونیم. دمای مرکز خورشید حدود 10 به توان 7 درجه سانتیگراده. این دما چند برابر دمای آبی است که در حال جوشش می باشد. خب پس بچه ها 10 به توان 7 چند برابره؟ پس من یه لحظه قلمم رو بردارم. 10 به توان 7 چند برابر دمای آب در حال جوش 100 درجه در نظر بگیریم. 100 بچه ها یعنی 10 به توان 2. خب بچه ها خط کسری بکشیم. بالا 7 بار 10 داره تو خودش ضرب میشه، پایین 2 بار 10، چون بینش ضربه اینجا کاملا تجزیه کنید به صورت اعداد تواندار به صورت ضرب در بیاریم، یعنی 7 بار 10 تو خودش ضرب بشه، اینجا 2 بار 10 ضرب بشه، 2 تا از اون 10 ها. پس بنابراین من این خط کسری پاک کنم چون دارم توضیح میدم. 2 تا از 10 های پایین با 2 تا از 10 های بالا ساده میشه. چند تا میمونه؟ 5 تا میمونه. پس بنابراین 10 به توان 5 برابر اون دما خواهد بود. خب حالا اینجا براتون توضیح میده همون حرفی که من زدم. 10 به توان 7 تقسیم بر 10 به توان 2 میگه در واقع وقتی میگه چند برابر یعنی تقسیم کنیم، 7 بار 10 تو خودش ضرب کنیم، پایین 2 بار 10 تو خودش ضرب کنیم، چون 10 به توان 2. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد 2 تا از اون 10 های پایین و بالا با هم ساده میشه، 5 بار باقی میمونه. خب پس بنابراین حاصلش میشه 10 به توان 5، یعنی دمای مرکز خورشید 10 به توان 5 برابر دمای آبی هستش که در حال جوشیدن هست. بچه‌ها یه چیزی میخوام بهتون یاد بده. خب اینو با این زدیم شد حاصلش 10 به توان 5 که اون نکته خاص رو براتون توضیح خواهیم داد. اکنون میگه حاصل هر یک از تقسیم های زیرو به صورت یک عدد تواندار بنویسید. خب پس تو قبلی یه لحظه نگاه کنید. تو قبلی هم میتونیم این همه کار طولانی انجام بدیم که بیایم ساده کنیم، یا بچه میتونیم یه کاری کنیم. 10 به توان 7 تقسیم بر 10 به توان 2 توی تقسیم یادت باشه تو تقسیم هم پایه توجه کن، یه پایه رو انگار نوشتیم و توان صورت رو منهای توان مخرج کرده. میبینید 10 به توان 5. آره همین اتفاق افتاده، به صورت ضرب نوشتیم ساده کردیم، ولی خب این کار طولانیه. به جاش میتونیم چیکار کنیم؟ یه پایه رو بنویسیم توان صورت منهای توان مخرج. اینجا رو نگاه کن، هم پایه تقسیم، پس یه پایه رو نوشتیم توان صورت منهای توان مخرج. صورت منظورمون اولین عددی هست که داره تقسیم میشه به اون یکی عدده، پس 5 منهای 3، پس حاصل شد منفی 9 به توان 2. میدونیم که حاصل این مثبته چون منفی به توان زوج رسیده. خب پایینم خب شما هم پایه میبینید و تقسیم، پس یه پایه رو مینویسید و توان اولی یعنی صورت رو منهای توان مخرج میکنید، پس میشه 3 دوم به توان 4. خب به همین ترتیب پس یاد میگیریم که اگه توی تقسیم هم پایه 2 تا عدد که هم پایه هستن داریم با هم تقسیم میکنیم، یه پایه رو بنویسیم توان صورت منهای توان مخرج، یا توان اولین عامل تقسیم منهای توان دومین عامل تقسیم. خب دیگه یاد گرفتیم، راحت دیگه نمیخواد تصور کنیم اینطوری می‌نویسیم اونطوری می‌نویسیم ضرب میشه فلان ساده میشه. تو تقسیم می‌بینیم هم پایه، یه پایه می‌نویسیم توان صورت منهای توان مخرج، 3 به توان 7 منهای 3، 6 به توان 3 منهای 1، منفی 3 پنجم به توان 5 منهای 2 که حاصل این منفی خواهد بود. اینجا منفی 2 به توان 9 منهای 2 که حاصل این منفی خواهد بود. اینجا هم 8 نهم به توان 4 منهای 1، وقتی اینجا هیچی نمی نویسیم یعنی توانش 1. اینجا هم 4 و نیم به توان 6 منهای 3. اینجا منفی 3 دهم به توان 5 منهای 3 که حاصل این چون منفی به توان فرد رسیده منفی خواهد بود. اینجا هم 7 به توان 5 منهای 1 یعنی همون 7 به توان 4. خب بچه ها ببینید اینجا 1 داریم، پس یه چیزی داره به خودش تقسیم میشه دیگه. خب بعد پایینم در واقع صورت هرچی هست مخرجم همون باشه دیگه، چون 2 به توان 15 یعنی به 2 به توان 15 تقسیم شده که حاصل شده 1. خب بچه 2 به توان 15 یعنی 2 به توان 3 به توان چند؟ به توان 5، چون توان در توان ضرب میشن دیگه، پس مخرج صورت شبیه هم میشه که حاصلش میشه 1. خب اینجا 3 به توان 5 تقسیم بر 3 به توان چی میشه؟ 3 به توان 4. که یه پایه رو نوشتیم توانا رو از هم کم کردیم، در واقع اینجا 1 بوده، 5 منهای 1 شده 4.
اینجا چطور بچه ها؟ اینجوری باید چند بذاریم؟ ما تو تقسیم اعداد تواندار اجازه داریم که هم پایه باشن که یه پایه رو بنویسیم، توانا رو از هم کم کنیم، پس حتما هم پایه بودن. اینجا چطور بچه ها؟ اینجا به روش قبلی میگه اگه شما بیاین اینو به این شکل بنویسین، این هم 7 به توان 5 بر حسب بالایی 7 به توان 3 ضرب در 7 به توان 2 بنویسید، اینا با هم ساده میشه چی میمونه؟ 1 به روی 7 به توان 2 میمونه. خب اینم باز به همین ترتیب تقسیم هم پایه، یه پایه رو نوشت، توانا رو از هم کم کرد، تقسیم هم پایه، دوباره همین اتفاق افتاد، اینم دوباره همین اتفاق افتاد. تقسیم دو عدد تواندار با توانهای مساوی، تا الان گفتیم هم پایه، حالا میگه هم توان. خب نگاه کن 12 به توان 6 تقسیم بر 12 به توان 4 ببخشید تقسیم بر 6 به توان 4 هم توانن دیگه. میگه براتون اومده برای اینکه شما بفهمین این کار کرده. میگه اینطوری بنویسیم، این یعنی 4 بار 12 تو خودش ضرب بشه، اینم چی بچه‌ها؟ 4 بار 6 تو خودش ضرب بشه. میتونیم مثلا این 12 با این 6 ساده کنیم، به همین ترتیب اینو با این، اینو با این و اینو با این ساده کنیم، حاصل این میشه 2، اینم 2، اینم 2، اینم 2، میشه 2 به توان 4. پس یه چیزی یاد بگیر، اگر هم توان باشن، ببین چشات اینجا رو ببینه، لطفاً چشات اینجا رو ببینه و اینجا رو ببین. اگه هم توان باشن یه توان رو میتونیم بنویسیم، اجازه داریم تو تقسیم ها، نه چیز دیگه، یا تو تقسیم یه توان رو بنویسیم و پایه ها رو به هم تقسیم کنیم. 12 به 6 تقسیم کنیم بشه 2 به توان 4. دیگه این همه کار انجام ندیم. مثلا اینجا نگاه کن، خب اینا همچین هم توان، پس میتونیم به جای این کارا، نباید این کار انجام بدیم، استدلاله که تو بفهمی. خب ببین چقدر طولانیه. به جای این کار بیایم چیکار کنیم؟ یه توان رو بنویسیم و پایه ها رو به هم تقسیم کنیم، یعنی بشه 3/7 به توان 5. خب اینجا به جای این کار طولانی که بیایم -4 رو 3 بار تو خودش ضرب کنیم، 6 رو 3 بار ضرب کنیم، دونه 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 این کار رو انجام بدیم، این کار رو میگه نکن، این کار رو نکن. هم توانن یه توان رو بنویس و پایه ها رو به هم تقسیم کن که ضمن تقسیم کردم سادم کرده. خب اینم پس بنابراین 12 تقسیم بر 12 به توان 4 تقسیم بر 6 به توان 4. خب میتونست که این کارا رو نکنه، یه 4 بذاره و بعد پایه ها رو با هم تقسیم کنه. 12 تقسیم بر 6 میشه 2 به توان 4. خب در تقسیم اعداد تواندار با توانهای مساوی یکی از توانها رو مینویسیم و پایه ها رو به هم تقسیم میکنیم. مثلا این میشه 6 تقسیم بر 3 2 به توان 8. اینم -2 به روی -3 به توان 4، یه توان بهشون بدیم. خب اینم یه دونه توان رو بنویسیم، پایه ها رو به هم دیگه تقسیم کنیم. خب بچه این چی میشه تقسیمش؟ میشه 5/3 به توان 7. این چطور؟ 14/7 یعنی همون 2 به توان 7. 2 به توان 3 بچه این اینجا اشتباه کرده، پس لطفاً پس این اینجا 14 به 7 2 به توان 3 حواسش نبوده، به هر حال اشتباه از هر کسی سر میزنه، پس شما بنویسین 2 به توان 3. خب بچه اینجا چطور؟ یه دونه توان رو بنویسه و پایه رو به هم تقسیم کنه، پس این 7 نیست بچه ها، بازم دارم میگم 3. خب و اینجا هم یه دونه توان رو بنویسه، پایه رو به هم تقسیم میکنه و ساده میکنه، به این شکل در میاد. خب بچه اینجا رو نگاه کنید، حالا اینجا چشتون چی میبینه؟ 5 به توان 7 2 به توان 7 ها هم توان، اینم 3 به توان 4 ضرب در 3 به توان 3 هم پایه، پس با هم میگیره. خب 5 به توان 7 رو نوشت ضرب در یه لحظه بچه 3 به توان 4 در 3 به توان 3 میشه 3 به توان 7، به خاطر اینجاش نوشته 3 به توان 7. به 5 به توان 7 رو نوشت، 2 به توان 7 هم نوشت، این دوتا میبینی هر دوتا 3 دارن. خب این یه پایه رو نوشت، تواناش با هم جمع کرد شد 3 به توان 7. حالا همش 7ان، حالا که همش 7ان یه 7 می‌نویسه و پایه رو تو هم دیگه ضرب میکنه. خب اینجا چطور بچه‌ها؟ 2/3 ها هم پایه و تقسیم، پس یه پایه رو می‌نویسیم، توانا رو از هم کم می‌کنیم، یادت نره 8/5. اینجا چطور خانوما؟ اینجا هم پایه‌ن میشه 30 به توان 12، هم توانن میشه چی؟ 30 به توان 10. پس هم پایه باشن یه پایه رو می‌نویسه، توانا رو جمع میکنه، هم توان باشن یه توان رو می‌نویسه، پایه رو تو هم ضرب میکنه. الان تو تقسیم هم پایه‌ن یه پایه رو می‌نویسه، توان رو از هم کم میکنه، توان در توان پس میشه آ به توان 3 ضرب در 4. حالا هم پایه‌ن تو تقسیم یه پایه رو می‌نویسه، توان صورت منهای توان مخرج، این میشه x به توان 10، بقیه رو می‌نویسه، هم پایه‌ن میشه x به توان 17، دوباره هم پایه‌ن تو تقسیم
پس هم پایه باشن تو ضرب توانا جمع میشه، هم پایه باشن تو تقسیم توانا از هم کم میشه. خب بچه 81 نه تای دیگه، هر نهی هم 3 به توان 2، پس میشه در مجموع 3 به توان 4. 3 3 تا 9 تا، 9 3 تا 27 تا، 27 3 تا 81. خب منفی رو یه کناری میذاریم. 8 خودش 2 به توان 3 هست. خب ما میتونستیم منفی کنارش بنویسیم منفی 2 به توان 3. اینطور هم بنویسیم درسته، چون منفی به توان 3 دوباره منفی میشه. بچه 1024 لطفا تقسیم کنید. 1024 تقسیم بر 2 512 تقسیم بر 2 تقسیم بر 2 تقسیم بر 2. اینقدر تقسیم بر 2 کنید تا به 1 برسید. میبینید 10 بار این اتفاق افتاده. یعنی شما 10 بار بیایید 2 رو تو خودش ضرب کنید میشه 1024. پس میفهمید که 2 به توان 10. خب منفی 125 به 5 بخش پذیره. 3 بار 5 رو تو خودش ضرب کنی. 729 هم 9 و 3 بار تو خودش ضرب کنی. از کجا بفهمه دانش آموز؟ 729 میبینه جمع رقماش به 3 بخش پذیره. 9 و 2 11 با 7 18. درسته؟ اما اگه بیایم به مضرب 3 بگیریم با صورت جور نمیشه، چون صورت دارم 5 به توان 3. پس ولی خب به 3 بخش پذیره، به 9 هم بخش پذیره. 9 9 تا 81 81 9 تا 729 تا. پس بنابراین به خاطر اینکه این در واقع جور در بیاد به توان 3، پس بنابراین مضرب 9 گرفتیم که به این شکل اومدیم نوشتیم هم توان بودن، یه توان نوشتیم، پایه‌ها رو به هم تقسیم کرد. همچنین بچه‌ها 512 دوباره به 2 تقسیم کن تا به 1 برسی. انقدر به 2 تقسیم کن. می‌بینید 9 بار در واقع این اتفاق میفته. یعنی 9 بار دو تو خودش ضرب بشه میشه 512. 32 هم که مشخصه. 2 تا 4 4 2 تا 8 8 2 تا 16 16 2 تا 32 5 بار. خب پس به این شکل می‌نویسیم. خب کدومی که میگه نادرسته؟ خب بچه نگاه کنید اینجا وقتی منفی به توان 2 میرسه، منفی در منفی میشه مثبت دیگه، در صورتی که منفی نمیشه بس غلطه دیگه. خب اینجا چطور بچه؟ اینجا این میشه 1. قبول داری؟ وقتی این میشه 1 پس 1 ضرب در هر چیزی میشه خودش، پس درست. هر عدد به توان 0 که 0 نمیشه، غلطه. یعنی بعد چقدر بشه؟ بعد 1 بشه. خب اینجا چطور؟ یه پایه رو بنویسیم، توانا رو با هم جمع کنیم میشه 10 به توان 7، ولی این نوشته 10 به توان 12. درسته؟ خب اینجا چطور؟ توان در توان. خب میشه 2 سوم به توان 15 نه 8. اینجا چطور بچه ها؟ یه منفی 2 به توان 3 به علاوه 1 میشه منفی 2 به توان 4. منفی 2 به توان 4 همون 16 میشه. یا که این جواباشو حساب کرده، مثلا میگه جواب این منفی 8 میشه، اونم که منفی 2 ضربش میشه 16. اینم درست. خب حاصل هر عبارت رو به صورت عدد تواندار بنویسید. خب پس بنابراین خوب نگاه کنی، 1 سوم به توان 4 ضرب در 3 به توان 10. 3 به توان 10 نمیشه 3 به توان 4 ضرب در 3 به توان 6. خب که جوابش شده 3 به توان 6. میتونست این کارم نکنه ها، براتون گیج کننده نباشه. ببین 1 به توان 4 بچه‌ها که میشه خودش. من این چیزی که مینویسم بعدش پاک میشه وقتی من اون میبندم. پس ببین 1 به توان 4 میشه خودش، اصلا تأثیری تو کار ما نداره. ما توی صورت 3 به توان 10 داریم، تو مخرج 3 به توان 4 داریم دیگه. درسته؟ چون این 4 مال 1 مال 3 هم هست. خب شما پس یه پایه رو بنویس، توانا رو از هم کم کن. خب میشه 3 به توان 6. خیلی ساده هم میتونست به این شکل بنویسه. خب بچه حالا این یکی خب من یه لحظه اینو برگردونم عقب که چشام ببینه، چون رو نوشته ها رو میگیره نمیبینم. خب بچه 5 به توان 6 ضرب در 6 به توان 3 5 به توان 4. خب میتونست خیلی ساده تر از این حل کنه. من حالا حل خودم چون دوباره پاک میشه. نگاه کنید بچه ها این دوتا رو، این میشه 5 به توان 6، چون ببین بینش ضربه میتونیم دونه دونه با هم بگیریم. 5 به توان 6 به روی 5 به توان 4، 5 به توان 6 منهای 4 یعنی 5 به توان 2 ضرب داره 6 هم نگاه کن. خب 6 به توان 3 6 به روی 6 به توان 5. بچه چون شما توان منفی نخوندین، چون اگه الان بنویسیم میشه 6 به توان منفی 2 و شما توان منفی نخوندین، 3 بار از اون 6 ها با 3 بار پایین ساده میشه 6 به توان 2. خب و حاصلش، این ضربه رو باید پاک کنم، حاصلش میشه 5 ششم به توان 2.
یعنی 25/36 یعنی حاصلش میشه چی؟ 25/36 که من میبندم اینو تا حل خودشو ببینم. خب میاد در واقع اینو ساده میکنه، میگه پس میمونه 5/2 میمونه، چون 4 بار پایین و 4 بار بالا ساده شده. خب میگه اینا رو هم با هم ساده میکنیم، 2 بار 6 هم پایین میمونه، پس میشه 5/6 یا همون 25/36 که ننوشت. خب اینجا x به توان چند داشت؟ یه لحظه ببینم. x به توان 7 داشته. میگه این به یه پایه رو بنویسید توانا رو از هم کم کنی، میشه x به توان 2. اینم یه پایه رو بنویسید توانا رو کم کنی، میشه y به توان 2. پس میتونیم یه دونه توان بنویسیم و پایه رو تو هم ضرب کنیم. اینجا بچه 3 به توان 5 ضرب در 3 به توان چی میشه؟ 3 به توان 9. هم پایه یه پایه رو بنویسیم توانا رو جمع کنیم، 5 + 4 میشه 9. اینجا بچه توان در توانه، 7 به توان 4 ضرب در 2 میشه 7 به توان 8. خب اینجا چطور بچه ها؟ اینجا 6 بار 7 داشته باشم با این میشه 8 بار، منهای 3 میشه 5 بار. درسته؟ پس بنابراین دانش آموزای ما میتونن بگن که خانم 2 بار 7 بالا و 2 بار این ساده بشه، یه بار 7 میمونه. خب اینجا باید 6 بار داشته باشیم که یه بار پایین با یه دونه از اونها ساده بشه، 7 به توان 5 باقی بمونه. خب اینجا چطور بچه‌ها؟ تقسیمه، یه پایه رو نوشته، توانا رو از هم کم کرده. خب چی منهای 5 میشه؟ 2. 7 دیگه، 7 منهای 5 میشه 2. خب اینجام چطور؟ توی هم تقسیم یه پایه رو بنویسیم، توان صورت منهای توان مخرج. 8 منهای چی میشه؟ 3. خب 8 منهای 5 میشه 3. عددهای زیر از کوچکترین تا بزرگترین به ترتیب از چپ به راست مرتب کنید. خب یه لحظه بذار همه رو نشون بدم که بعد راجبش صحبت کنم. قبلی ببینید بچه ها، پس اعداد منفی مسلما کوچکترن دیگه. خب منفی 1 به توان 5، منفی 1 به توان منفی 1 به توان عدد فرد رسیده. پس بنابراین چون به توان عدد فرد رسیده چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هستش که حاصلش میشه منفی 1 میشه، اصلا خودش میشه منفی 1. 1 به توان هر چیزی میشه خودش، یه منفی هم کنارش هست به توان عدد فرد است، این منفی 1. پس بنابراین این یکی چی بچه ها؟ این منفی 4 به توان 3، 4 تا 16 تا 16 4 تا 64. خب منفی 64 از منفی 1 کوچکتره، به خاطر اون اونورتر نوشتیم، این اینورتر نوشتیم، اینا هر دو تاشون کوچکتر از صفرن. خب اینم از این. خب بقیه اعداد باقی مونده رو نگاه کن. 1 به توان 12 خود 1 میشه، این واحده یعنی. اما 1/2 به توان 5 که عدد کوچکتر از واحد میشه، خودش کوچکتر از واحده، به توان 5 میرسه، کوچکتر هم میشه. خب پس بنابراین یعنی میشه 1/32 کوچکتر از واحد. و بزرگترین عدد مسلما 6 به توان 5 که پایش بزرگتر از واحده. کدام تساوی های زیر درست و کدام یک نادرستن؟ بچه رادیکال 5 به توان 2 خب آیا 25 میشه؟ خب نه بچه ها، نگاه کنید، بذار اینا رو نشونتون بدم. خب توضیح بدیم حالا. بچه رادیکال 5 ضرب در رادیکال 5 میشه رادیکال 25، یعنی جوابش میشه 5 که نه که خود 25. رادیکال 5 به توان 2 میشه رادیکال 25، رادیکال 25 هم میشه 5. بچه رادیکال 5 به توان 2 میشه رادیکال 25، درسته؟ که رادیکال 25 میشه 5. پس حاصل این میشه چقدر؟ میشه 5. این ور منفیش به توان 2 میشه چی؟ میشه مثبت. رادیکال 5 به توان 2 هم که رادیکال 25 میشه 5. حالا هدفش از این سوال این بوده این و این فقط تفاوتشون توی منفی دیگه. منفی به توان 2 برسه میشه مثبت، پس با اون سمت برابره. مثبت رادیکال 5 هم با منفی رادیکال 5 هیچ وقت مثبت با منفی با هم برابر نیستن. خب اینجا منفی 10 به توان 2 به توان 3. بچه این منفیه به توان 3 فقط میرسه، این 2 فقط مال 10. پس ببین منفی به توان 3 دوباره میشه منفی 10 به توان 2 به توان 3 میشه 10 به توان 6. اینجا رو نگاه کن، اما اینجا هم منفی به توان 2 میرسه هم 10 به توان 2 میرسه، پس میشه مثبت. میبینی؟ پس میشه منفی به توان 2 رسید شد چی؟ مثبت. و وقتی مثبت میشه دیگه به توان 3 برسه تأثیری تو کارش نداره، خلاصه حاصلش میشه مثبت. 10 به توان 2 به توان 3 میشه 10 به توان 6. پس منفی به توان عدد زوج شد چی؟ مثبت. حالا فرق این با این چیه؟ فرق این هستش که این 2 رو میبینید این فقط مال 10، 2 مال منفی نیست، به خاطر همین حاصلش منفی شد. خب این 2 رو نگاه کن خارج پرانتزه، 2 هم مال 10، 2 هم مال منفی هست، پس برای منفی به توان عدد زوج میشه مثبت.
خب حالا اینجا x به توان 2 به توان 4 میشه x به توان 8، y به توان 3 به توان 4، y به توان 12 توان در توان ضرب میشه. اینجا چطور بچه‌ها؟ اینجا هم تو تقسیم یه پایه رو نوشت، توانا رو از هم کم کرد و بعد توان در توانه، توانا رو تو هم ضرب میکنه. خب اینجا رو نگاه کنید، 36 تقسیم بر -3، هر دو تا هم توانن. یه توان رو نوشت، پایه ها رو به هم تقسیم کرد، شد -12. تقسیم اینجا رو گذاشت، اینم هم توانن، یه توان رو نوشت و پایه ها رو تو هم دیگه ضرب کرد. حالا هم توانن، یه توان رو می‌نویسه، پایه ها رو به هم تقسیم میکنه که قطعا این دوباره منفی خواهد بود. نصف 2 به توان 9، نصفش یعنی تقسیم بر 2 بشه یا 1/2. خب پس بنابراین یه پایه رو می‌نویسیم، توانا رو از هم کم می‌کنیم، میشه 2 به توان 8. ربع 4 به توان 7 یعنی 1/4، یه پایه رو می‌نویسیم، توانا رو از هم کم می‌کنیم، میشه 4 به توان 6. خب بچه این قسمت تموم شد. عرض خسته نباشید، چون برای جلسه بعد جذر تقریبی بهتون درس بدم.